از زمان مهاجرت خیلی بهتر است. به نهایت بامزه. با شربت زیاد و طعمی لذیذ. قلفینه یکی از پالایش‌های محبوب تاجیکستان است که با افزودن طلبات استحصال آن به هزارها تن رسیده منبع درآمد زیادی از عائله‌ها شده است. چگونه؟ در گزارش ما ببینید. شریک رسمی ما گروه شرکت‌های نکسیگال است که در ساحه کشاورزی فعالیت می‌کند. قلفینه در شکلات. این غذا چند وقت باز شیرینی دوست داشته ساکنان در دوشنبه گشته است. یک ظرف آن 150 گرم میوه و 50 گرم شکلات آب شده دارد. ارزشش از 20 سومانی شروع می شود. به نهایت بامزه. یکم بار این مثال در کامرای شما یکم بار وای ساب شدم. به نهایت بامزه. کسی میبیه مرحمت و نمیشه پشیمون نمیشوند. ایده فروش چنین خوراک در ذهن این جوانان 2 سال قبل پیدا شد. پس از تماشای نواره در اینترنت. در اصل قبل از این اگر کسی هم میخواست چنین تجارت کند شاید سودآور نمی بود، چون قلفینه را آن سالها از خارج وارد میکردند و ارزش گران داشت. شما دهقان یا کی صاحب خوجگی دهقانی هستید؟ پس مرحمت با حاصل نقطه تیجی اولین اینترنت مغازه کشاورزی در تاجیکستان. اکنون برای خرید تخم نوری ها، واسطه های حفظی رستنی و دیگر مواد های لازمه به مرکز ناحیه و یا به دیگر منطقه کشور سفر کردن ضرور نیست. مواد های فرمایش شده از حاصل نقطه تیجی تا به منزل شما رسانیده می شود. جستجوی خود را یابید، مقایسه کنید و با یک پخش بهترینش را انتخاب کنید. پرورش عمومی این میوه در تاجیکستان تنها 5 سال اخیر اوج گرفت. قلفینه اساساً در منطقه های ختلان پرورش می شود. به همگان این زراعت پسند آمده است چون حاصل فراوان و درآمد خوب دارد. مردم حتی در زمین های نزد حولگی نیز پرورش می کنند و می فروشند. این خوجگی از 1 هکتار عبارت است. چندین سال اینجا پمیدار و بادرینگ پرورش می کردند. ولی 2-3 سال اخیر زراب‌الدین عبدالسلامزاده مالک این خوجگی پرورش قلفینه را مفید دانسته است و پس از این بار هم به مهاجرت مهنتی دیگر نرفته است. 5 سال پیش مهاجری بودم. خب بعد به یک خلاصه اومدیم که برام وطن خودم برایم وطن خودم کار کنیم، همونجا رو آباد کنیم، اونجا خیلی خدا با شکر که اوزی کارامو نقض زمین تاجیکستان از زمان مهاجرت خیلی بهتر است. زراب‌الدین زمین را با چهارچوبه مجهزانیده در فصل سرما را میپوشاند و خوجگی به گرم خانه مبدل میگردد. در 8 ماه تا 20 تن حاصل این نوع قلفینه البیان میگیرد. این نوع قلفینه از نوعهای محلی فرق دارد. هم مهلت زیادتر و تازه میماند و هم لذت بهتر دارد. 1 کیلوی قلفینه از 70 سومانی و در اوج موسم تا 10 سومانی قیمت دارد. حاصلش را از سر زمین میخرند. قلفینه در مرحله اخیر هم باشد کم هم شده باشد حاصلش هم کمتر میدر شده باشد که حسابی تام شیرین شده است. از هر بیخ از 20 تا 30 دانه میوه گرفتن ممکن است. هر یک بوته به 70 سانتی متر میرسد. برای به دست آوردن حاصل فراوان هر سال ماه اوگوست بیخ کهنه را با بیخ نو عوض میکنند. پرورش این زراعت نازک بودن نگاهبین با دقت را طلب میکند. برای اون که رستنی‌ها خوب ریشه گیرند و زمستان رو با موفقیت گذرانند، باید غذادهی تیرامگویی گذرانیده شود. برای این با برابر درآوردن غذاهای مینرالی، اینچنین از غذاهای ارگانیکی نیز استفاده بردن ثمره خوب می‌دهد. همچون غذای ارگانیکی بیوگوموس یا بیونوری، شربت پاروی چروا بعد اخراج بیوگاز نیز توصیه داده می‌شود. استفاده برای پاروی تر و تازه در موسم پرورش توصیه داده نمی‌شود. همه نمود نوری‌ها برای غذادهی ریشگی هنگام کارکرد خواب زیر خاک کرده شده. در صورت نارسایی نمی با جویک‌ها آبیاری کرده شوند. ثمرانکی استفاده برای آنها بلند می‌شود. قلفینه آفتاب را که در تاجیکستان فراوان است دوست می‌دارد و از این راه در کشور مطابق شده است.
زارابیدین از آبیاری قطرگی و جویک‌های بلند استفاده کرده آنها را با سلوفان‌های پلاستیکی می‌پوشاند. این به مستحکم شدن ریشه و خوب انکشاف یافتن بوته کمک می‌کند. برای حاصل خوب گرفتن که خواهید که حاصل خوب گیرید از نوری‌های مینرالی مخصوص استفاده برید. و بعد برای حشرات‌های ضرررسان هست که بسیارتر تورتنک پاوتین کلیش میزند و بسیارتر اعتبار دید که همین با کسلیات دچار نشود. قلفینه منبع ویتامین‌های C, B, E و مینرال‌های به مانند کالی، ناتری، مگنی و سینک میباشد. استعمال آن ایمونیته را مستحکم کرده برای کاهش خطر بیماری‌های دل، سرطان و نگاه داشتن وزن معتدل کمک می‌کند. در تاجیکستان زیادتر از 4 نوع رمانتنتی قلفینه را پرورش می‌کنند: راسیا، ویکتوریا، فستیوالی و البیان. سالانه 3000 تن حاصل می‌گیرند و اساساً بازارهای داخلی را تامین می‌کنند. با افزودن طلبات زارابیدین می‌خواهد کشتارش را وسیع و انواع دیگر آن را پرورش کند.